سلام، وقت بخیر. من فرهاد طاهری هستم. امروز میخوایم با هم دیگه این کیک شیفون فوق العاده نرم، لطیف، جذاب و بی نهایت خوشمزه رو با هم دیگه درست کنیم. با من همراه باشید. بریم برای درست کردن کیک شیفون وانیلیوم. من این نکته رو همین اول خدمت عرض بکنم که من نکاتی که در مورد مواد اولیه است همینجا روی ویدیو بهت میگم. مقدار دقیق مواد رو موقعی که میخوام استفاده کنم بهت میگم، توی کپشن هم برات مینویسم. در انتهای ویدیو نکات مهم و یه سری از سوالهای پرتکراری که همیشه در مورد کیک شیفون پرسیدید از من رو در انتهای ویدیو خدمتتون جواب میدم. ما برای درست کردن کیک شیفون 3 تا تخم مرغ نیاز داریم. تخم مرغ باید همدمای محیط باشه چون میخوایم زرد سفیده رو با هم فرم بدیم. قبلا یه ویدیو واسط گذاشتم در مورد پخت کیک اسفنجی. توی اون کیک ما به دلیل اینکه زرد سفیده رو از هم دیگه جدا می‌کردیم، تخم مرغ توی سردترین حالت ممکن خودش بود. حالا همه این دلایل رو من در انتهای ویدیو به طور کامل خدمتت توضیح خواهم داد. 3 تا تخم مرغ، همدمای محیط، تخم مرغ همدمای محیط رو ما به همراه شکر شروع میکنیم به فرم دادن. شکرت حتما و فقط شکر دانه ریز باشه به خاطر اینکه بهتر توی کیک حل بشه و کیک در نهایت زمانی که از فر در میاد روی سطح کیکت خیس و چسبنده نباشه و بافت کیکت هم حالت خشک و زبر پیدا نکنه. شکر رو به صورت بارانی به تخم مرغت اضافه میکنی. بارانی یعنی این حالتی که من دارم اضافه میکنم، کم کم. در مورد اینکه چرا توی کیکایی که زرد و سفیده با هم فرم داده میشن ما باید تخم مرغ کامل رو استفاده کنیم و چرا زمانی که زرد سفیده رو جدا میکنیم تخم مرغ باید تو سردترین حالت ممکن خودش باشه، در انتهای ویدیو توضیحات کامل رو میدم. ولی بزن رو دکمه سابسکرایب این چنل رو حتما سابسکرایب کن چون هفته 2-3 تا ویدیوی آموزشی با تمام نکات رو اینجا برات میذارم. از دست ندی. زنگوله چنل رو هم حتما روشن کن که هر وقت محتوایی میذارم سریعا مطلع بشی. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره زمان استفاده از وانیل توی کیک. ما هر زمانی که داریم زرد سفیده رو جدا میکنیم و سفیده رو به تنهایی فرم میدیم، سفیده رو فقط با شکر فرم بده، هیچ چیز دیگه بهش اضافه نکن. همه این دلایل رو در انتها بهت میگم. اما زمانی که داری زرد سفیده رو با هم فرم میدی دیگه اهمیتی نداره که وانیلت رو به تخم مرغت اضافه بکنی یا به آردت، یا وانیل مایع داری استفاده میکنی یا وانیل پودری. زمانی که زرد سفیده با هم فرم داده میشه دیگه بحث وانیل خیلی اهمیت پیدا نمیکنه و فقط میونه بحث کیفیت خود وانیلت که چقدر باید استفاده کنی. بحث خیلی مهمی که توی فرم‌دهی تخم مرغ وجود داره، چه سفیده چه تخم مرغ کامل، بحث دورگیری کاسه است. یه زمانی خود تشخیص میدی. ببین، دورگیری کاسه اصلا چیز اجباری نیست که همیشه باید انجام بدی. یه نکته خیلی مهمی که توش وجود داره اینه که آیا نیاز هست من دورگیری رو انجام بدم یا نه. دورگیری رو چه زمانی باید انجام بدیم؟ زمانی که ما نگاه میکنیم میبینیم پره های همزنمون دیواره و دور کاسمون رو نمیگیره، دستش نمیرسه، این پرها دستشون نمیرسه که دور کاسمون رو جمع بکنن. حالا شکر تخم مرغ هر چی که هست از اون دیواره جمع بکنن بیارن وسط مواد و اونها رو هم
هم بزنن. ما در این شرایط باید دورگیری رو تو چند مرحله انجام بدیم. ولی الان من طراحی هم زنم کاملا داره دور کاسه رو میگیره، دستش میرسه که اینا رو در واقع جمع کنه بیاره داخل مواد و یک دست و یک نواخت بخواد فرم بده. ولی در هر صورت باز برای اینکه جلوی ریسک رو بگیریم، حتی توی این شرایط هم من یک بار دو بار سعی میکنم دورگیری رو انجام بدم. کم نحوه دورگیری رو با دقت ببینی هم خیال خودمون راحت بشه که اتفاقی دیگه برای کیکمون نمیافته. من سوالات متداول و پرتکرارتون رو که معمولا تو همه این سال ازم پرسیدید در انتهای این ویدیو جواب میدم. ولی تو هم اگر باز سوالی برات هست، چه روی این ویدیو چه سوالاتی که از قبل برات به وجود اومده رو میتونید توی کامنت های همین پست بنویسی. من همه رو ایشالا به موقع سر فرصت، هر موقع که در واقع زمانش رو داشتم پیامت رو دیدم حتما جواب میدم ایشالا. فرمگیری تخم مرغ ما الان کامل شده. رنگش رو همونطور که میبینی کاملا کرم روشن شده. و یه نشونه دیگهش ببین، این خمیر الان کاملا کشداره. میبینی خمیر کاملا کشداره و این یعنی فرمگیری تخم مرغ اون الان کامل و کافیه. خب میریم برای اضافه کردن آب جوش و روغن مایه. اینجا یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، میزان هم زدن مواد زمانی که آب جوش و روغن مایه رو اضافه میکنی. به هیچ عنوان بیش از حد هم نزن. چند دور فقط برای اینکه این مواد یک مقداری با تخم مرغمون ترکیب بشه کافی. در همین حد کافیه. بیشتر از این اگر بخوای هم بزنی باعث میشه که در واقع اون پف تخم مرغت، اون فرمده تخم مرغت بخوابه. آرد، بیکینگ پودر، وانیل و یک پینچ نمک رو یک بار توی موادمون الک میکنیم. الک کردن مواد خشک یک بار کافیه. ما مواد رو توی پست‌های قبلی هم که برات گذاشتم گفتم نیازی نیست ما آرد و مواد خشکمون رو 3 بار الک کنیم. ما یک بار الک میکنیم و در 3 مرحله به موادمون اضافه میکنیم. 1/3 مواد خشکمون رو الک میکنیم تو تخم مرغ و شروع میکنیم به فولد کردن. فولد کردن رو تا کجا باید ادامه بدیم؟ آیا هر چقدر که بیشتر فولد کنیم بهتره؟ موادمون بهتر ترکیب میشه یا نه؟ اندازه استاندارد داره. فولد کردن اندازه داره. شما بیش از حد نباید فولد کنی، کمتر از حد هم نباید فولد کنی. اگر کمتر از اون میزان استاندارد خمیرت رو فولد کنی باعث میشه که کیکت انسجام لازم رو نداشته باشه، به راحتی موقع برش خورد بشه. اصلا موقع برش یا موقع که از تو قالب داری در میاری خیلی وقتا کیکت میشکنه، میترکه، خورد میشه. این به خاطر اینکه فولدت به اندازه نبوده، کمتر از حد نیاز فولد کردی. و اگر بیش از حد نیاز فولد کنی هم کیکت در اصطلاح قنددی تسمه میشه، بافتش بیش از حد منسجم میشه، بیش از حد سفت میشه، کیکت خیلی سنگین میشه
این اصطلاحش تو قنادی تسمه شدنه. یه وقتی هست شما رسیپی فوق‌العاده‌ای داری، رسیپیت عالیه، مواد اولیت هم عالیه، درجه 1 تازه، همه چیز بهترین، همه چیز با کیفیت، قالبت اوکیه، فرت اوکیه، اما نگاه میکنی میبینی که بازم کیکم سفت شده و یا خیلی بیش از حد پوک شده، ترد شده و شکننده شده. این تنها علتش میزان فولد کردنت. آردی که باید استفاده کنی حتما و فقط آرد 3-0 و یا همون آرد 0. در انتهای کلیپ همه رو به طور کامل خدمت توضیح میدم. به من موقع فولد کردن هم دور کاسه و هم دیواره کاسه هم ته کاسه رو در میارم. گوله آردی رو اگر میبینم جمع شده باز میکنم. برای فولد کردن خمیرت به هیچ عنوان از همزن برقی استفاده نکن، نه این دستی ها نه اون کاسه ها، به خاطر اینکه فولد کردن مهمترین و حساسترین مرحله خمیرگیریته. کوچکترین اشتباه تمام زحماتت رو هدر میده. گفتم اگر کمتر از حد فولد کنی کیکت بیش از حد شکننده میشه، اگر بیش از حد فولد کنی کیکت تسمه میشه و یا حتی سرعت فولد کردن هم روی کیفیت کیک تأثیر گذاره. من همین کار رو هم اگر بخوام با سرعت خیلی زیادی انجام بدم باز بافت کیکم رو خراب میکنه. الان تمام مواد به طور کامل با هم ترکیب شدن، ما هیچ گوله آردی نمیبینیم اینجا و همه چیز کامله. بیش از این دیگه بخوای هم بزنی واسه تسمه شدن کیک میشه. قالبی که انتخاب کردیم قالب سایز 15. دیواره قالب رو کمی چرب میکنی و ته قالب رو کاغذ روغنی میندازی. موادت رو بدون اینکه هم بخوره، ببین به آرومی از انتهای کاسه من آروم آروم خمیر رو فقط هل میدم که بیاد سمت قالب. دیگه این لیسکم رو توی خمیر فرو نمیبرم که بخوام دوباره همش بزنم. گفتیم هم زدن بیش از حد خمیر باعث تسمه شدن کیک میشه. قالب رو بدون اینکه روی میز بکوبم، بدون اینکه ضربه‌ای بهش بزنم، به همین شکل میذارم داخل فر. یکی از مهمترین سوالات شما اینه که کیک رو قبل از که بذارم داخل فر روی میز بکوبم با سیخ چوبی اینطوری هواگیری بکنم یا نه. توی این کیک در واقع نه. من توضیحات کاملش رو الان این کیک رو میذارم داخل فر تا بپزه. میام این نکته ها، تکنیک ها، ترفندهای مهم رو بهتون میگم. خب امیدوارم که خسته نشده باشید. تا کیکمون میپزه من بیام چند تا نکته مهمی که قول داده بودم و سوالات پرتکرارتون رو جواب بدم. اولین نکته اینه که چرا ما زمانی که تخم مرغ کامل داریم استفاده میکنیم تخم مرغ باید همدم محیط باشه و چرا زمانی که زرد سفید رو جدا میکنیم تخم مرغ باید توی سرترین حالت ممکنه خودش باشه. دلیل خیلی ساده است. بحث همون دمای تخم مرغ. ما زمانی که زرد سفید رو با همدیگه فرم میدیم، چربی زرده اگر در مجاورت سرمایه تخم مرغ قرار بگیره خودش رو آزاد نمیکنه و اون ترکیب مولکولیش با سفید تخم مرغ و شکر ایجاد نمیشه. تخم مرغ سرده، زرده تخم مرغ چربه و این سرما باعث میشه که این چربی زرده تخم مرغ باز نشه و اون ترکیب مولکولی
به وجود نیاد. اما زمانی که زرد سفیده رو داریم جدا میکنیم، به دلیل اینکه سفیده تخم مرغ رو به تنهایی داریم فرم میدیم و هیچ چربی بهش وارد نمیشه، اضافه نمیشه، ما تخم مرغ رو تو سردترین حالت ممکنه خودش استفاده میکنیم تا اون هوادهی به طور کامل انجام بشه. مطلب بعدی این بود که چرا تخم مرغ رو باید با تندترین سریعترین حالت دستگاه فرم بدیم. دلش خیلی ساده است. هر چی سرعت دستگاه بالاتر میره، اون فشار هوادهی به مولکول‌های تخم مرغ افزایش پیدا میکنه. ما هم بحث هم زدن تخم مرغ رو داریم، هم فشار هوا رو داریم. طبیعتا هرچی سرعت همزن بالاتر باشه، این فشار هوادهی افزایش پیدا میکنه و تخم مرغ سریعتر و بهتر در واقع هواگیری میکنه. بحث بعدی در مورد این بود که چرا باید حتما از آرد 3-0 استفاده کنیم. ببین، آرد 3-0 نمیگم سبکترین آرده، اما مبحث بعدی مبحث استفاده از آرد 3-0 بود. چرا ما میگیم از آرد همه کاره استفاده نکن و حتما از آرد 3-0 استفاده کن؟ این به خاطر وزن و سبکی و در واقع اون بافت نرم و لطیف آرد 3-0. آرد 3-0 به نسبت آرد همه کاره خیلی بافت لطیفتر، سبکتر، پوکتری داره، سبوسگیری بیشتری روش صورت گرفته و باعث میشه که ما کیکمون سبکتر و پوکتر بشه. خب اینا اون نکاتی بود که من روی ویدیو قرار بگم و الان بریم چند تا از سوالات پرتکرارتون رو هم جواب بدیم. اگر بخوایم کیک شیفون رو کاکائویی بکنیم، باید از مقدار آرد کم بکنیم یا خیر؟ جواب بله است. اگر نسکافه، کاپوچینو، قهوه میخوای اضافه بکنی، نیازی نداری از مقدار آردت کم کنی. اما زمانی که میخوای کیک شیفون درست کنی، به ازای هر تخم مرغ 5 گرم از آرد کم میکنی و 5 گرم پودر کاکائو اضافه میکنی. آیا میتونیم به جای وانیل پودری از وانیل مایع هم استفاده بکنیم و اگر بله چه مقدار؟ میتونی وانیل ها رو در واقع با هم دیگه جایگزین بکنی. مقدارش رو من توی رسیپی هایی که همینجا بهت میدم هم مقدار وانیل رو مشخص نمیکنم، چون مقدار وانیل ارتباط مستقیم با اون ذائقه خودت داره که میخوای کیک چقدر عطر وانیل بگیره، 1 و 2 اصلا کیفیت وانیلت چقدره. من نمیتونم توی رسیپیم بهت بگم 1 قطره وانیل یا 1 قاشق چایخوری وانیل. دقت کنید توی رسیپی گفتم وانیل میزان لازم و دلخواه. یعنی من نمیدونم تو دوست داری کیک چقدر عطر وانیل داشته باشه و 2 نمیدونم که وانیلی که داری چه کیفیتی داره. اما متناسب با ذائقه و سلیقت میتونی وانیل پودری مایع رو با هم دیگه جایگزین بکنی و مقدارش هم کاملا دست خودته. ولی نکته مهمی که وجود داره در واقع اینه که اگر زرد سفیده رو داری جدا میکنی، سعی کن وانیلت اگر پودریه به آردت بزن، اگر مایع است به زرده تخم مرغت بزن. توی پست کیک اسفنجی من توضیح دادم بهت، حتما برو اون پست رو بعد از این ویدیو ببین، اونم نکات خیلی مهم و به درد بخوری برات داره. اونجا گفتیم که سفید تخم مرغمون رو فقط به همراه شکر فرم میدیم. هر چربی وارد سفید تخم مرغمون بشه مانع فرمگیری سفید تخم مرغ میشه. پس برای همین ما زمانی که زرد سفید رو جدا میکنیم، وانیلامون هر چی که است، اگر پودریه به آرد، اگر مایع است به زرد تخم مرغمون اضافه میکنیم تا ریسک خراب شدن سفید تخم مرغمون رو کاهش بدیم. اما اگر تخم مرغ کامل داری استفاده میکنی، وانیل پودریت رو به آرد بزن، وانیل مایعت رو همون ابتدا میتونی به تخم مرغ اضافه کنی. سوال: آیا برای درست کردن کیک شیفون حتما باید دیواره قالب چرب بشه؟ ما یه قانون داریم، هر زمانی که توی موادمون مایعات چرب یا مواد چرب به طور کلی داریم، دیواره قالب باید چرب بشه، کف قالب هم باید کاغذ روغنی انداخته بشه. ولی زمانی که توی کیکمون مایعات و مواد چرب نداریم،
کف قالبمون رو کاغذ روغنی میندازیم و دیواره قالبمون رو خواستیم چرب میکنیم، نخواستیم چرب نمیکنیم. هیچ تفاوتی توی پف، بافت و پخت کیکمون نداره. اما بهتره که تحت هر شرایطی ما دیواره قالبمون رو چرب کنیم. اگر مواد چرب داریم که باید چرب بکنیم، اگر مواد چرب نداریم بهتره که دیواره قالب رو چرب بکنیم تا زمانی که کیکمون پخت راحت تر از تو قالب در بیاد. سوال مهم: آیا میتونیم امروز کیک شیفونمون رو بپزیم و هفته دیگه فیلینگ گذاری و خامه کشی بکنیم؟ آره میتونی، ولی شرط نگهداریش خیلی اهمیت پیدا میکنه. کیک هم مثل نون میمونه، مثل نون بربری، مثل نون سنگک، مثل بقیه نون، مثل نون باگت. طبیعتا زمانی که بمونه افت کیفیت پیدا میکنه و حتی بیات میشه. این یه چیز کاملا طبیعی. اما یه زمانی هستش که ما مجبوریم که امروز بپزیم، حالا به خاطر اون پیک کاریمون، اون شرایطی که داریم امروز بپزیم و چند روز دیگه ازش استفاده کنیم. و یا حتی امروز پختم سفارشی گرفته بودم کنسل شده، من میخوام نگه دارم چند روز دیگه سفارش دیگه ای که گرفتم ازش استفاده کنم. توی این شرایط اگر مجبور بودی که کیکت رو بذاری برای چند روز آینده، کیکت رو از قالب در میاری، میذاری کاملا سرد میشه و بعدش سلفون پیچ میکنی، کاملا کیپش میکنی و داخل فریزر حتما نگهداریش میکنی. توی یخچال هم با این شرایط بسته بندی حتی اگر توی یخچال هم نگهداری 2-3 روز دیگه بیات میشه. حتما توی فریزر نگهداری کن. بعد که خواستی ازش استفاده کنی یه نیم ساعت 1 ساعت جلوتر از فریزر در بیار، یخزدایی بشه، برش بزن و ازش استفاده کن. و آخرین سوال امروز هم آیا کیک شیفون چون روغن مایع داره ما موقع فیلینگ کردن حتما باید بهش مرطوب کننده بزنیم یا خیر؟ اصلا استفاده از مرطوب کننده هیچ ربطی به نوع کیکت، روغن مایع داشتن نداشتن، شیر داشتن یا نداشتنش اصلا نداره. بحث مرطوب کردن کیک ارتباط مستقیم با این داره که کیکی که الان داری استفاده میکنی، چه همین الان پختی، چه هفته پیش پختی، چه هرچی، کیکی که الان میخوای فیلینگ بکنی دست میزنی، بافتش رو لمس میکنی، چک میکنی، میبینی که آیا اون رطوبت لازم رو داره یا نه، اون لطافت لازم رو داره یا نه. اگر داره که کیک واسه هر زمانی باشه، کیک هر چی باشه، اسفنجی باشه، شیفون باشه، هویج باشه، براونی باشه، هر چی، اگر اون بافت و رطوبت مد نظر و لازم رو داره به هیچ عنوان هیچ گونه مرطوب کننده‌ای بهش اضافه نمی کنی. اما اگر نگاه میکنی حتی اگر کیکی که الان پختی ممکنه زیاد توی فرمونده باشه، ممکنه در مجاورت باد مستقیم پنکه و کولر قرار گرفته باشه، خشک شده باشه، به هر علتی، دلیلش فرق نمیکنه، به هر علتی نگاه میکنی میبینی که بافتش کمی خشک شده و اون رطوبت لازم رو نداره به اون میزانی که نیاز داره بهش در واقع مرطوب کننده اضافه میکنی. باز هم اگر سوال دیگه برات باقی مونده توی کپشن همین ویدیو بنویس، این ویدیو رو هم بفرست، دوستاتم ازش استفاده کنن. چنل رو هم حتما سابسکرایب کن، زنگوله چنل رو روشن کن تا هر زمان که ویدیو برات میذارم سری مطلع بشی و ازش استفاده کنی. مرسی از همراهیت، امیدوارم که از پختنش لذت ببری، از خوردنش خیلی بیشتر لذت ببری و از فروشش خیلی خیلی بیشتر پول در بیاری. من رو اگر این آموزش برات مفید بود به دوستانت معرفی کن. تا آموزش‌های بعد، خدا نگهدار.